این سیاه دانه علاج هر بیماری است بجز سام. پرسیدم یا نبی خدا صلی الله علیه و سلم سام چیست؟ فرمودند مرگ. برادرانی که از بیماری ها رنج میبرند می توانند برای دسترسی کردن روغن تازه سیاه دانه به سراغ ما مراجعت نمایند. رقم ها در روی اکران. السلام علیکم. به چشم ها دور و به دل ها نزدیک اکای حاجی میرزا، ما یک گروه خواهران اسلامی شما از شهر نارد می باشیم. اولا خداوند شما را و اهل عائلتان و مسجد محمدی شما را در پناه عصمت خودش نگه دارد، خصوصا خلق کولابه. التماس با سوال من جواب دهید. من می خواهم که قرآن بخوانم ولی ذهن من سست است. در حق من از منبر رسول اکرم دعا کنید. خب خداوند ذهن شما را بازم قوی گرداند و برای شما خداوند قرآن خواندن موفق گرداند. زنی که سطر باشد نمازهایش را خواند ولی قرآن نخواند، التماس جواب دهید. خوش به حالتان خواهر عزیز. اگر شما قرآن خوانده هم که نتوانید صاحب سطر و حجاب هستین، خوش به حالتان. خدا شما را همیشه در رحمت خود شامل گرداند و کوشش کنید خواهر عزیز که از جمله قرآن خوانها باشید، مثل بعضی جوانای ما بی پروا نباشید. دویم زنی که سطرش را گیرد دویم باره کند، خدا او را می بخشد یا نه؟ مثلا یک بار سطر می کند، بعدا باز همون لباس هاش می پرتاید، باز مقصد در دل که نور ایمان است، محبت از الله و الرسول است، باز همون دویم باره استفاده می برد. الله او را می بخشد؟ بله الله او را می بخشد. خب اکای حاجی میرزا، من یک خواهر اسلامی دارم، 2 سال شد که فرزند نمی کند. التماس در حقش از منبر رسول اکرم دعا کنید که صاحب فرزند صالحه گردد. در حق پدر مادر من و اهل عائله من از منبر رسول اکرم دعا کنید، خصوصا در حق من و خواهر اسلامی که مخلص اشدی شما هستیم. خداوند شما را نگه دارد. ما دعا میکنیم که مسجد محمدی شما مثل صحابگان پیامبر صفشان زیاده گردد و ما در حق شما دعا میکنیم. خداوند اون خواهر هم صاحب فرزند سالم و صالح و پدر و مادر و اولاد و اجداد خداوند گذشته باشند، رحمت و مغفرت، زنده باشند. خداوند خاتمه کارشون به خیر گرداند. آمین یا رب العالمین. داملای عزیز، در تلویزیون طالع نامه میگویند که مگر فالبینی نیست، یعنی حالا که فالبینی در دین اسلامی ما اجازت نیست. برنده ها میگویند که ستاره ها این گفت اون گفت. شما داملای عزیز بگوید که این سخن ها راستن یا راست نیستن؟ نه دروغن. او طالع نامه گفتگی خودش یک فال دروغ است. و این خاطر وای ستاره میگوید، مهتاب میگوید، آفتاب میگوید، اینا هیچ کدامش اعتبار ندارد. مبادا یکی شما به همون با توجه گوش ناندازین که گناهگار میشوید. فهمیدید دادر عزیزان؟ هیچ وقت او ستاره ها میگویند فلان میگوید، این یگان اساس ندارد. اینا برعکس دروغ است همه اینا، هیچی اونا گفته نمیتونن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سوال از پیستقوج خوجند. یکم سوال: کنز الحسین چه کتاب است؟ آیا خرید و فروش او و استفاده او، پول او، حج از پول وی می روند درست است یا نه؟ نه درست است برادرین. کنز الحسین همه شما می دانید که کتابی هست که بسیارتر گویم با او دلگرمی ها و دلخنکی ها همه از همین کنز الحسین است. به این خاطر این خرید و فروش جایز نیست دادر عزیز. پولش هم برای شما حلال نیست و آن کسانی که حج می روند حساب کنند که حج از گردنشان ساقید، لیکن پاداش حج در نامه اعمالش نیست. عبادت میکنی لیکن خالی از اجر هست.
برای همین اینا جایز نیست اینها را خرید و فروش. دوم، یک داملا در طرف شمال جمهوری هست، کم طرفی خود چونال کرده، خب تمار میدهد، میگوید که در 150 کار کشایش میدهد، حقیقت دارد یا ندارد. راستی بر من همون تمار کتاب هایی که هستن اونا را از نظر گذرانیدگی هستن، لیکن تا حال در یگان نسخه وی نخواندم که در 150 یا 200 کار شما کشایش باشد. اینا نبودن در کتاب ها، اینا خودی بافته همونا هست که خریدار زیاد شود. این دیگر یگان معنا ندارد. فقط خدا رحمت کنه صاحب فقه و سنه را سید صادق در کتاب خودش میگیره که اگر آیت قرآن باشد در همون نسخه های تماری که می نویسن، اگر همون آیت قرآن باشد اجازت میدهد. دیگر هر گونه رقم ها و سخیمه هایی که در کتاب ها آوردن اونا را کلن از جمله شرکیات میداند و اونا را گفتن دربر نکنید. السلام علیکم داملای عزیز و محترم. حاجی مرزا، ما یک گروه زنان محله شهر دوشنبه که زنان اسلامی هستیم با شما با مراجعت آمدیم. شوهرم 18 سال باز به قمار و کازینوهایی که در هر یک قدم شهر جایگیر است بازی های بی معنی میکند. در ما نه خانه نه چیز ماند. چی مصلحت میدهید؟ در هر نماز جمعه ما برآمد شما را گوش میکنیم. شما درباره حرمت زن و مرد میگویید، ما همه این گفته های شما را اجرا میکنیم، لیکن شما بگویید آیا مردی که مینوشی و قماربازی کرده فکری زن و فرزندشان نمیکند چی باید کرد؟ داملای محترم، کمی درباره این گونه مردان کمی هم که باشد سخن بگویید. التماس با ما زنان اسلامی یک دعا دهید که از راه بد بگردند، با راه راست این شوهرهای ما روند. با احترام، یک گروه زنان از شهر دوشنبه. خداوند بازم توفیق و هدایت شما را بیشتر سازد و خداوند باز هم ایمانهای شما را خواهرای عزیز قوی‌تر گرداند، زیرا ایمان داشتن شما، حیا داشتن شما، خدا ترسی شما، این بسیار بسیار در عائله، در خانه نقش خیلی بلند میبازد. خوش به حالتون خواهرای عزیز، خوش به حال آن خواهری که خدا را میشناسد، خدا را عبادت میکند. خوش به حالت. انشاءالله تو وقتی با خدا نزدیک باشی، تو وقتی با رسول نزدیک باشی، تو وقتی صاحب جای نماز باشی، فرزندهای تو هم فرزندهای با تربیه هست. شوهر تو مثل که در جنت چگونه راحت است، در دنیا همون راحت از پشت تو میبینه. زیرا که زنی خدا ترس، زنی به خدا نزدیک همیشه چی است؟ پایبند احترام شوهرش است. خوش به حالتون. لیکن منم خواهر عزیز در عقیده شما هستم، چگونه که شما درباره احترام زن و مرد گوش کرده باشین. من حقهای شما را برای تمام شنونده ها بیان کردم و مسئولیت خود من انشاءالله از گردنم دور کردم تا که تمام مردها دانن و شنون که زنها هم بالای اونا حق دارند. خدا را شکر من رسانیدم. لیکن امروز اون مرد که زن دارد و پایبند مینوشی است، قماربازی است یا کازینو هست، یا گویم با دیگر کارهایی که اسلام ما جانبدار نیست، وقتی وی پیرو می شود، خواهر عزیز این نشانه بدبختی خود همون مرد است. حتی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقود، تا قیامت برای مردهای امت خودش از روی وعید بس است. ای مردهای امت، ای بنده های خدا، الله بیان بکند اگر یک سامان تو که ما او را برای اهل اولاد تو به تو نصیب کرده بودیم، تو اگر در راه نادرست صرف کردی، برای شرمنده شدن تو در روز قیامت انا همین بس است.
یک سامان تو برادر عزیز. خدا مبلغ برای ما نصیب میکند که ماها باید گویم برای آبادی خانمان، برای فرزندهامان، برای عائله هامان این پولها را صرف کنیم. این پولها برای قماربازی و برای مینوشی و برای در کازینوها صرف کردن و برای ناس و سیگارت خریدن نیست برادر عزیز. اینا ما در پیشگاه خدا جوابداریم. به خدا قسم، حبیب خدا صراحتا گفته ایستاد برای شرمنده شدن تو در میدان قیامت انا همین حدیث گفتم بس است. بسیاری بسیار نادرست است برادر عزیز. جایی نکن ما بیدار شیم انشاءالله. باید دیگر اکن عقلهای ما و شما بسیار باید بای باشد، ذهن ما باید بسیار کشاده باشد. یک بار دیگه با یاد شما بیارم یک فاتحه رفتیم که فاتحه خودشم از اسلام نیست، لیکن تا حال چکار کنیم که بنده های خدا گفت اون صوفی علیار خدا رحمت کند بنده بودی ولی زنا مردی بندگی را به جا آوردی. بنده بودی نامگفتم بنده خدای ها بنده خدایم، لیکن تو نامرد میگوید بندگی را به جا آوردی. ما میگیم فاتحه از اسلام نیست، فاتحه روز به روز با صورت داره. پنجشنبه از اسلام نیست، رفته خورده استم بی پروا نمیترسن. 7 چیل از اسلام نیست، مردم رفته این خیره کو خیر نیست. وای مذهب من میگوید، کتاب من میگوید برادر عزیز و گرامی. مرد که آخی شما ما نمیخواهیم که به نام الله شما را یک تا سخن سخت گوییم. ما را چی بلا رسیده است؟ و خدا تعالی در قرآن الرجال قوامون علی النساء، تو در خانه بالای زن، حکمران زن وزیر توست و تو پادشاه او هستی. اگر میگویی آخی ممکن است برادر عزیز نکن این کار، خیلی زنک گفته که زنک کردیسته. و پیشگاه خدا در فردا همینه دلیل ما، همینه حجت ما که زنم گفت نشه آدمی. برادر عزیز باور کنید پایبند این نشویم، گناهگار میشیم به خدا. به خدا گفته ایستادم، به خدا کفارت دارد. مردک فاتحه کرده در خانه، فاتحه میری اون زمانه اکوالی با منعش نبود، این گپ و چپ و گویم که اینا نبودن. خنوکای زمستانای در بالای دسترخوان شرم نکرده خیلی بیچاره در عمرش ما را ندیده باشه، او در عمرش مسجد نیامده باشه. چی میداند که مثال مسجد چی ای؟ مثال چی میداند که ملا چی ای؟ چی میداند که خدا را برای چی فرستاده است؟ در بالای دسترخوان 2 تا شیشه عرق ماندگی فاتحه. وقتی ما نشستیم پشت ما طرف همون تیریزه، آینه های همون تیریزه آینه نداره خانش، از پس همون شمال آمده گردنا مونه خورده در دسترخوانش عرق داره. تا از شیشه عرق آوردن آخر کودکی تو از تو چی عبرت میگیره؟ ای بتمیز آخر وای مثال تو شیشه خانه تا آباد که کودک تا خنکی نزنه تو بیمار نشوی. برای همین برادر عزیز و گرامی سومه ها را در این راه صرف نکنیم. علال خصوص مادرای کله‌ها صدای مرا میشنویم. من به شما مراجعت میکنم چیکار کنیم که امروز لجام خانه در دست شما بوده است. شما حتی از خدا ترسید، اینا نترسیدن، اینا اجرا نکردن، اینا با سخن رسول و الله و خدا رحمت کنه مجتهدای ما را، چه ابن عابدین شامی رحمت الله علیه در دلالمختارش که بیانی خوب کرده، که خدا رحمت کنه محمد عمر سربازی منبع العلوم که نو فرستاده، که خدای نظر فتاوای محمودی در این کتاباش همه مذهبی هستند در این باب بیان کردن. و این خاطر خواهر عزیز از این مسئله ها مردکاتان نگه داریم، همینا را نگذارین که بیچاره مثال خیلی به یه حال 1400 میآوند شما با نادرست سرشان کنید. هم شما همینا در پیشگاه خدا جواب دارند.
خوب برای همین خواهر عزیز منم جانبدار تو هستم. ما درباره عرق نوشی، درباره قمار چه برآمدهای خیلی گوییم پر تأثیر و سختی را بیان کرده بودیم که تا که شاید یگان برادر ما گوش اندازه و از همین راه گردد. ما به همین خاطر اون اینقدر گوییم که سخت‌تر برآمدهامون بود. لیکن خواهر عزیز دعا کن که خداوند از همین راه بد گرداند. فقط دعا کن. ما هم جانبدار نیستیم. ما هم میخواهیم شما صاحب خانه باشین، صاحب گوییم که خانه های زیبا باشین، دسترخانکاتون از همه شرایط بای باشد. ما جانبداری او هستیم. همین مردهایی که در نزد من میشینن همگیش ما دعوتی بر همین داریم که برادر عزیز و مهربان فقط پایبند کار باش، خاندان تا آباد نگه دار. السلام علیکم اکای حاجی میرزا. من یه سوال دارم. سوال من همین است که شما در مسجد شکرخان در نماز جمعه امر کردید که روز قیامت تا 4 سوال را بنده جواب ندهد از قبر بیرون نمی شود. همان سوال ها از جانب خدا به سوی بنده اش چی بود؟ جواب گوید. خدا همه دامله های تاجیکستان را نگه دارد. خدا شما را نگه دارد. ما در مسجد شکرخان بله همین نزدیکی قطع یک برآمد داشته بودیم که بعضی از برادرها شاید بودن. همونجا گفته بودیم لا تزول قدم عبد حتی یسأل عن عمره فیما افنا و عن جسمه فیما ابلا و عن علمه فیما فعل فيه و عن ماله من این اکتسبه و فیما انفقه. اکنون من مختصر میگذارم برادر عزیز، فقط شما فهمید که از 4 سوال خداوند روز قیامت ما را در نزد قبر با میپرسد. حال قدم نازده. یکم عمر در کدام راه صرف شد. خب اینا را که سوالی هست که شماها باید چیکار کنیم؟ همه کسا تیار کنیم. عمر در کدام راه گذشت. دویم سوال جسم، دست ها، پایه ها، چشم ها، گوش ها در کدام راه خدمت کردند. دویم سوال. سوم علمی که به تو داده بودیم علم پنهان کردی یا علم از بنده های خدا ترسیدی و حقش نگفتی، یا علم فقط برای درآمد جیب خودت استفاده بردی، یا با علم مردم همه را تلاطم انداختی، اختلاف انداختی، فتنه انداختی، مردم به گروه ها تقسیم کردی. از علمت خدا میپرسه. عن علم فیما فعل فيه. از علمت میپرسیم چیکار کردی با این علم. چهارم از مال پروردگار میپرسد. 2 سوال از مال. 2 سوال است. من این اکتسبه و فیما انفقه. از کجا منبع درآمد داشتی، در کجا صرفش کردی. اینا را ما باید تیاری داشته باشیم. انشاءالله این بسیار شرح کلام طلبی یک جمعه قطعا بود نمیشود، لیکن انشاءالله فکر میکنم که برای ما و شما کفایت میکنه.